به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. یاسر رضایی هستم. یک آموزشی براتون آماده کردم از ثبت نام. این آموزش فقط برای ثبت نامه. آموزش میده که شما چجوری این ثبت نامتون رو انجام بدید. خب اون لینک رفرالی که روش کلیک میکنید و وارد میشید شما رو وارد یه سایتی میکنه که سایت AFGه. اینی که الان من دارم انجام میدم اپلیکیشن AFGه، اما تقریبا مشابه همن. شما اونجا هم میتونید روی این آدمک بزنید، ثبت نام، ورود، اینا رو اینجا نوشته. خب اگر میخواین ورود کنید قبلا ثبت نام کردید گزینه بالایی، و اگر میخواین ثبت نام کنید گزینه پایینیشو انتخاب میکنید. یکی دیگه دیلیت اکانتی که کلا اکانتتون دیلیت میکنه و وبسایت هم بهتون اون مطالبی که باید در مورد AFG بدونید و مشخصات و چجوری باید این ارزها تقسیم بشه و اینا رو همه رو اونجا براتون توضیح داده. خب من الان با ثبت نامش کار دارم. اسم خودم، فامیل خودم، ایمیل خودم و گذرواژه خودم رو یادداشت کردم. کد معرفم رو گذاشتم. البته اگر روی رفرالی که میزنید روی لینک اون خودش کد معرف داره، اما اگر همینجوری اومدین از تو اپلیکیشن یا از تو سایت ثبت نام کنید و خواستید کد معرفتون رو بزنید، اون آخر لینک رفرالشون یک کدی نوشته، چند تا شماره است، همون شماره رو وارد بکنی میشه کد رفرال اون شخص. خب اینجا رو کشور رو باید انتخاب کنم. روش کلیک میکنم، میام پایین تر، خیلی میام پایین، میام اینجا، رد شدیم، اینه. خب اینم ایران. حالا کد کشورمون اومد اینجا. حالا شماره تلفنمون رو یادداشت میکنیم. بعد از اینکه تلفن رو یادداشت کردیم روی این تیکه میزنیم و گزینه ثبت نام رو میزنیم تا ادامش. الان بهتون میگم. دوستان اینجا من شماره رو هم وارد کردم، چون مثبت 98 داشت دیگه نیازی نیست صفرش رو هم وارد بکنید. خب گزینه تیک رو هم زدم. حالا میزنم روی گزینه ثبت نام. ما بالایی رو هم انجامش دادیم. خب میزنم روی گزینه ثبت نام. حالا بچه‌ها باید ثبت کنید، دکمه اضافی نزنید تا این خودش بره روی صفحه بعد. اینجا میگه یک کد تاییدیه میاد توی جیمیلت، برو اونو بردار بیار اینجا وارد کن. از دکمه وسط گوشیتون خارج شید. اینو برنامه رو نبندید با این فلش خارج اینا، وگرنه از توش میره بعد دردسر میافتید. با دکمه وسط خارج شین و برین توی جیمیلتون. اینجا یه رفرش کنید که به روز ثانی بشه اون کد براتون بیاد. دقت کنید الان نیومد، چون جیمیل من این نیست. اون جیمیلی که الان داشتم ثبت نام میکردم برای آموزش، میام میبینم اون جیمیل من کدومه، اینه. خب میزنم روش، اینو اینجا فشار میدی روش، کپی میشه. 240 603. بریم اینجا واردش کنیم. 240 603. خب گزینه تایید. اگر احیانا نشد این ارسال مجدد هم در نظر داشته باشید. میگه اول کیف پولت رو ایجاد کن. خب اینجا البته وارد شدیم ما، اوکی شد. اینجا میگه کیف پولت رو ایجاد کن. روی این گزینه میزنم. الان یه کیف پول اختصاصی به خودت میده. الان شما تو صرافی‌ها میخواید پولی واریز بکنید که بیاد بعد تو حساب شما به حساب صرافی دارید، به ولت اون دارید واریز میکنید، یعنی همه دارن به اون واریز میکنن. اما در اینجا شما هر کدومتون یک کیف پول، آدرس کیف پول جداگونه دارید و در آینده هم که کیف پول AFG غیر متمرکز میشه، صرافی غیر متمرکزشو میاره و همچنین بلاک چین اختصاصیشو، بازی‌های بلاک چینیش هم هستش. خب بچه‌ها اینم از ثبت نام ما. آدرس کیف پول ما هم اوکی شد. شما میتونید نقشه راه AFG رو از این قسمت ببینید. نقشه راه روش که کلیک بکنید، اون چند تایی که این بالا X 2025 زده در سال 2025 قراره اوکی بشه که توکن سوزیش دیشب انجام شد و تیکش خورد. حالا مونده که کیف پول غیر متمرکزش، صرافیش، بازی‌های بلاک چینی و بلاک چینیش در سال 2025. حالا در چه تاریخ دقیقی رو نگفته، ولی توی این یک سال بایستی انجام بشه. قبلی‌ها هم که هر تعهدی داده تیک خورده. خب حالا با اینو کار نداریم. اینجا در بخش داشبورد شما اگر میخواین از ایردراپش استفاده کنید این گزینه رو میزنید، گزینه AFG کوین درآمد رایگان، و میاین با تپ زدن. این دیگه مولتی تپه، با یه انگشت نیست، با چند تا انگشت میتونید این کار رو انجام بدید. که آموزش ایردراپ هم من بهتون توی آموزش ایردراپ گفتم که از قسمت بوست باید لولاتون رو بالا ببرید. این باتری و انرژی اسپید خیلی مهمه، اینا رو باید بالا ببرید تا بیشترین
ارز رو بتونید از اینجا به دست بیارید و هر 12,000 تومان برسه میتونید بفروشید. حداقل سرمایه گذاریتون هم 12,000 توماست. کلیپ سرمایه گذاری رو براتون آماده کردم توی یوتیوب همین کانالی که الان دارید میبینید. همه آموزش‌های ما در مورد AFG قرار داده شده و فقط کافی از روی موضوعش نگاه کنی و ببینی کدومشو نیاز داری تا جواب سوالتو بگیری. مرسی که با ما همراه هستید. اگر اعضای تیم ما هستید لایک و کامنت بدید و اگر دفعه اولی که دارید کلیپ ما رو میبینید و با ما آشنا میشید، اگر مایل بودید لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. با آموزش‌های ما همراه باشید. فعلا خدایا رو نگهدارتون.